به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی، همزبانان عزیز. درس 22 است از سلسله درس های انگلیسی برای نواموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف یو یو گاه آواز یو، حرف یو گاه آواز حرف یو رو دارد، گاه آواز حرف ا را دارد. مثل کلمه امبریلا، امبریلا، چتر. اندر اندر زیر، تگ. یعنی مثلا در اینجا نوشته شده است که the ball is under the table. The ball is under the table. توپ در زیر میز است. unicycle با توجیکی یک چرخه ترجمهش کردیم. یک چرخه، یعنی ما داریم دو چرخه، یعنی ولاسیپد، و این یک چرخه. unicycle. up بالا می شود، بالا، با بالا. خب این بود درس 22. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار.